سلام به همه شما دوستان، خوش اومدین. بعد از اینکه اسکارلت رو، حالا یا نفرین اسکارلت، دختر دکتر فیتز رو نابود کردیم، وقتشه یک کلید بهمون داد. وقتشه بریم تو تانهال، ساختمان اصلی شهر. حالا اگه بهتون حمله شد میتونیم فرار کنیم. زیاد سعی نکنین این ور اون ور رو بگردین، نه خشابی اصلا چیزی خودتونم به کشتن میدین. مثل من مستقیم حرکت کنین. اینجا یکی دوتا دشمن هستن ولی زیاد قوی نیستش. من میام سمت راست از همین بخش. تو یکی اینا یه مکانی هست واسه سیف. این رو بکشین اول. یه ذره نزدیک میشم، دودشو بده. نمیذارم نزدیک بشه که بخواد از اون قدرتش استفاده کنه. اینم از این. آره، یه چیزی که من اول این بازی فراموش کرده بودم اینه که ما میتونیم 4 تا ضربه بزنیم. ببینید 3 تا ضربه لایت، یه دونه هوی. من فکر میکردم اون چاقو اصلی رو وقتی بده میتونیم 4 تا ضربه بزنیم. جان ولی نه، اینطوری نیست. اینجا چیز خاصی پیدا نکردم. اتاق دیگه نبود، فقط همونه. خب فکر کنم ذخیره یا اینه یا اون یکی. اینجا چیز خاصی نمیبینم. یه اسلحه ها رو هم یه بررسی بکنیم. خب بریم اتاق سوم. آره خب تان هال. تو این بخشم که چیز خاصی نمیبینم ولی یه صداهایی میشنوم. بمیر دیگه، بمیر. خب اینجا رو دور میزنیم ولی خب چیزی که هست قبرستونم مونده ها. قبرستونم نرفتیم. پشت خونه ماست. فکر کنم میریم از اینجا، میریم قبرستون. آها، اینو میتونه پوشش کنه. پوش نکردینم نکردین. چیز مهمی نیست داخلش. خب حالا میایم وارد بخش اصلی بشیم. از این قسمت وارد نمیشه. اینو ببینم. خب کلید رو باید بتونیم تو این بخش استفادهش کنیم. از این سالن اصلی اینجا فقط با 3 نفر قرار مبارزه کنیم، با 3 تا پرستار. و به قول معروف باید چراغ خاموش حرکت کنیم. فکر کنم تبر خوب باشه. زود بزنیم.
چون صدا رو میشنون اون یکی هم میاد. به همین سادگی راهش رو پیدا کنین تو هر بازی، البته همینطوری. خب میگه که با این وپن نمیتونم بازش کنم. خب ما باید وپن اصلی رو پیدا کنیم. حالا اینا رو میتونیم بخونیم، زیاد مهم نیست. آره این همون سلاحی که اول بازی بهتون گفتم، هم چاقوی قوی تریه. انگار سلاح هر کدوم یه بار میتونن آپدیت بشن به این صورت. این اولیش. اون میلر هم دیدین آپدیتش کردیم و سکالرت رو با اون کشتیم. داخل خونم قرار یه اتفاقایی بیفته، خیلی میتونه سخت باشه. یکی از دلهره آورترین مراحل داخل خونه خودشه. چون ببینم از اینجام راه داره دیگه، نیاز نیست که بر نگردین، اشتباه نکنین، با همین آنلاکش کنین. بره تو قبرستون که اون در چوبی رو بتونیم باز کنیم و بریم پشت خونه، چون جلوی خونه که اگه یادتون باشه بسته شده بود. خب یه میزه ولی خیلی آسونه، امکان نداره گم بشین. همین چراغا رو دنبال کنین میرسه. خب اگه رزیدنت ایول بود اینجا ذخیرش میکردم. پایین که بسته است، بریم بالا. خب اینو باز میکنیم. الان اون یکی رو هم باز میکنیم. یه دور بزنم ببینم چیه گرفته اون. خوشبختانه کسی مزاحم نمیشه. یه سرم دیگه. حالا من تست نکردم، شایدم وقتی که مثلا جونش کم داره میمیره خودکار از این سرم استفاده کنه. حالا مهم نیست، بریم. اینجا یکم مواظب باشین. فرارم میشه کرد، اصلا مشکلی نداره. اینا که تموم شدنی نیست.
گفتم دیگه این چاقو تیزتر نسبت به اون یکی، یا شاید هم حالا یه افسونی پشتشه. انگار همون راهی که اومده بودیم رو داریم دوباره برمیگردیم. تو نقشم نوشته دیگه، گفته از اینجا مثلا برو داخل، از این یکی، از این ور بیا. آهان اینجا فکر کنم یه اسلحه میده بهمون، یه کلت بهتر. ایوه دیگه شکی توی ذخیره کردن نیست. من روی حال ذخیره کردم ولی خب اسمش تغییر یافت به میسینگ پرسن. انگار اسم مکانه دیگه، اولین باری داره گفته میسینگ پرسن، همچنان همون اسم رو داره. خب سگ‌های عزیز بشتابید. میخواین فرار کنی، میخواین اینا رو بکشی، ولی با 4 تا ضربه رو بزنین دیگه. یه چیز دیگه الان یادم افتاد. حتی اگر فهمیدیم که سرم به خودی خود عمل نمیکنه، دکمه رو زدم فایده ای نداشت. جالب بود. هیوله ها به اون گندگی رو کشتیم، یه سگه، و اینم یه باگ بازی بود. حالا ببینی اینطوری هم میشه زد. خیلی آسون. خب الان برگشتیم به خونه خودمون. من ازت نمیترسم. آره خودشه. پاشو آبریم ما برد. بریم داخل. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که از تبر استفاده کنیم. بشکن یه بار دیگه. خب اینم از سالن
غذاخوری، غذایی که خیلی وقت فاسد شدن. این در که بسته است. حداقل اینو برداریم. این برم بسته است. خب بریم زیر زمین بدون فوت وقت. به یکی از جای هیجان انگیز و میشه گفت سخت و حالت پازلی بازی خوش اومدین. به محل کار پدر یا محل آزمایش های پدرش برگشته. یک کلید پیدا میکنه که آها اینم مال اون بالاست. خب خیلی هم عالی. ایول یه شاتگان بهتر. و بریم با مادرمون یه صحبتی داشته باشیم. یا زوده بریم بالا ببینیم این کی رو میتونیم استفاده کنیم. این دره رو بازش کنیم. خب بررسی کنیم. یه تلویزیونه نمیشکنه. ضد شکننده است. این بالا یه پازل فکر کنم یه نقشه باید توش باشه. یادم نمیاد دشمن خاصی هست اینجا تو این بخش یا نه. خب این دره رو پیدا کردیم. یه دوری بزنیم. واسه دشمن باشه نباشه مهم نیست. یه دور بزنیم. میگه دارم چیکار میکنم؟ این منم؟ نه منم. I have something very important I want to show you. Okay. باباش بهش یه گردنبند میده. This belonged to your grandpa. این مال پدر بزرگت بود. پدرش بهش داده بود. الانم میدمش به تو. I know it doesn't look like much, but میگه به ظاهر چیز مهمی نیست ولی مهمترین چیزیه که میتونم بهت بدم. بعد هم میپرسه $1,000,000 میارزه؟ میگه بیشترم میارزه. our future. میگه این نماد گذشته و آینده‌مونه. Yes. Joshua, میگه به هیچ کی نباید اینو نشون بدی، حتی الکس. not even Alex. But I want to show Alex. Do you remember when I told you sometimes you must do things and not ask why? میگه نه به اونم This is نشون one of نده. those times. Yes, sir. Yes sir. That's my boy. خب این پازل رو باید حلش کنیم. هر بار میخوام اینو حلش کنم یه ذره دور خودم میچرخم. این که مال اونور، این باید بیاد اینور. درسته؟ اینم مال این قسمتشه. ایوه I have failed. میگه من شکست خوردم، نتونستم از شهر مواظبت کنم. این نفرین همیشه داره میاد، همم رو میترسونه. کیدنپینگ کیلینگ، همین که افراد ناپدید میشن، کشته میشن. حالا خب
نقشه سایلنت هیل رو برداشتیم. بریم پیش مادر. قبل اون اگه میرفتیم پیش اون مادرش اتفاق خاصی نمیافتاد. کاش یه سیوم داخل خونه میذاشت. خب قشنگ دقت کنین، خیلی مهمه این قسمتش. Listen to me, Mom. Start telling me everything you know about this. I don't know what that is. میگه نمیدونم Stop چیه. lying. یه I'm دروغ tired of نگو. it. من I میدونم know all سایلنت about هیل. Silent Hill. You don't know anything about Silent Hill. که تو هیچی در مورد سایلنت هیل نمیدونی. I know Dad went there میگه میدونم که بابا رفته اونجا to go fight something. که با یه چیزی مبارزه کنه، بجنگ. Did he go to get Joshua? رفت جاشوا رو Is that بیاره. where Josh is? God damn it, tell me! Alex. I'm so sorry. که Stop متاسفم. pretending you care about me. Start telling me what's going on. میگه تو هیچ موقع به من اهمیت ندادی، همیشه فقط به جاشوا اهمیت میدادی، ولی من میتونم بهش کمک کنم اگه راستشو بگی. و راستشو نمیگه. به ما حمله میشه. و نفرین سایلنت هیل اجرا میشه. موزیک محال کن. توی فیلمش هم یه پرنده بود داخل قفس، همه جا با خودشون میبردن. هر موقع این پرنده دیوونه میشد خودشون میکوبید به قفس، میفهمیدن که آره داره سایلنت هیل اجرا میشه. همه فرار میکردن داخل یک کلیسا. در رو میتونیم باز کنیم ولی 4 تا باید قفل رو باز کنیم اول. خب to escape to future you must know the past. واسه اینکه با آینده فرار کنی، بتونی فرار کنی، باید گذشته رو بشناسی. خب این ماسکا رو برداریم، ماسکای صورت حتما خب ذخیره میکنیم، اصلا پرسیدن نداره. اتیک همون تو خونه های که شبیه خونه ویلایی، خونه افراد خارجی، این قسمت بالای خونه رو، زیر شیروانی رو میگن اتیک. ببینید 4 تا قفل داره. هر بار که اینو بزنیم، اشتباه فشارش بدیم، یه سری موجودات ظاهر میشن و با ما مبارزه میکنن. اگه اشتباه نکنم شاید هم اون مال بخش دیگه ای بود، ولی خب فعلا باش کاری نداریم. اینم بر میدارم، اینم که حتما بر میدارم. نه اونو من اشتباه کردم، الان یادم افتاد که به این صورت نیست که اشتباهی فشارش بدیم. اینو هر بار که فشار بدیم یه در دیگه ای باز میشه. ببینید الان فقط یک کلید سبزه، یعنی یکی از درها بازه. در قبل بسته میشه، در بعدی باز میشه. خب این ساتور رو هم بر میدارم. این چهره رو هم بر میداریم. خرگوش رو هم برداریم. همه اینا نیازه ها.
میبینی اینا بسته است. الان تنها در باز یکی اینه که اونا رو برداشتیم. بریم پایین. یکی هم اینه. خب ولی این مرحله رو نتونستیم تمومش کنیم. اونور که بسته است. اینور آهان. آره. خب میگه که to hide her pain this face she did wear. واسه این که پین یعنی ناراحتیش رو، غصهش رو، دردی که میکشه رو مخفی کنه. به ظاهر داره میخنده دیگه. این ورم behind this mask her heart was laid here. یه کاری که میشه کرد اینه که اون داره میخنده، این ناراحت. درسته؟ ما ناراحت رو مثلا بذاریم این ور. بوده بیشتر این عصبانی بود تا ناراحت. خب یکی از درها باز شد. خب این تمومه. آدم زود گم میشه. انتظار نداشتم اینو ببینم. چاقو قدرتمند شدن. خب اینو ببندیم. هر بار که یه در رو تونستیم، یعنی یک قفل رو تونستیم باز کنیم، میتونیم به این ذخیرش هم بکنیم که خیالتون راحت باشه. گیم یه لحظه هنگ میکنه، صرفا بحث کشته شدن نیست. اینکه موقع ذخیره کردن هنگ کنه بدترین خاطره میتونه باشه، یا بدتر از اون اینی که سیو میکنه بندازه بیرون فایلش خراب بشه. میتونین یکی یکی ذخیره کنین هر بار. خب ببینیم کدوم در باز شد. این قسمت باز شد. خب میگه اینو میتونم حرکتش بدم. خب حرکتش بده. چیه این؟ اینه. خب اینجام نسبتا سخت. نمیدونم 3 تا کلید میخواد یا 4 تا. یه ذره ریس کردم تبر تو این قسمت کن. مثلا این میلم خوب میتونه اینا رو بکشه. اینا برمیدارم. من فرار کردم ولی خب یادم نمیاد این قسمت. یادم نمیاد اون قسمت چیز خاصی بود یا نه. فعلا ادامه بدیم.
خیلی جای تنگ و شاتگانم برداشت. حالا میتونیم با شاتگانم اونو بزنیم. کجاییم اصلا؟ چون بدزا وایساده بود من اینطوری کشتمش. خب متاسفانه این قسمت هم چیز خاصی نیستش. بی خودی اونو کشتیم ولی خب اب نداره. آهان از اینجا راه هست. تا از خواب بخواد پاشه کارش تمام. خب اینم از این 3 تا جا داره. یادم نمیاد کدومو باید اول بذاریم، همینطور تستش کنیم. درست بود. خب پس مثلث قلب ستاره است. اینم از این در. الان میتونی از اینجا کلا فرار کنی. این دیگه به این بخش کاری نداریم. ولی مواظب باشین همچنان. احتمال داره الان یه سری دشمن اینجا باشه. حالا من خب مراحل رو میدونم، به سادگی دارم میرم. تصور کنین دفعه اول اینو بازی میکنین، خبرم ندارین که هی دستگیره رو میکشین، دکمه ها عوض میشه، میرین این بر اون بر، هی دشمن ها دوباره ظاهر میشن. مسئله چون حل شود آسان شود. خب بیایم این ور. اینم که مسلماً باید بذاریم. نمیتونم سازوکار اینا رو پیدا کنم، فقط به اون ور. خب ای بابا. آها آن بالا رو که میزنیم میاد این ور. 2 و 6. فکر کنم عروسکه رو میخواد. این خیلی آسون بود. آخرش هم که باید زیر زمین باشه. حتما. ولی اینو بردارین. یه صدایی میشنم.
اینم بخونیم. کسی ندید وقتی که داشتی توی رخت خوابت گریه میکردی میخوام کمکت کنم، ولی عوضش دارم خودمو پنهان میکنم. صدای ساعت نمیدونم فلان چرت و پرت. خب چهارمی هم که دیگه حالا من این دفعه رو ذخیرش نکردم چون کار خاصی نکردیم. زیرزمینم که تکلیفش مشخص. واسه کشتن اونایی که الان میان بهتر از همین چاقو استفاده کنیم. اصلا نمیذارم بچرخی. خب اینا رو الان باید درست بذاریم. ببین اون از ردش پیداست دیگه، همینه، اینه و یه چاقی کوچیک میخواد مثل این که اینم که همینه. نه دیگه درست. خب در باز شد. به همین آسون این مرحله تموم شد. این مراحل بیشتر از نظر روانی با آدم آسیب میزنن تا اینکه مثلا چیز خاصی داشته باشه. خب در ما با موفقیت باز شد. من شما رو به خدای مهربون میسپارم. تو قسمت بعدی ادامه میدیم.